وسهلا یا سیدی سکن نبیانا چه خبر شده بن هریس؟ این چه هیاهویی است؟ یا امیر! یا امیر! هیاهوی کوفیانی است که به پیشواز از حسین به در شده. حسین به کوفه رسیده است. اکنون عازم دارالحکومت. دروازه قصر را ببندید. به هیچ وجه من الوجوه حسین نباید وارد دارالحکومه شود. ببین چه تدارکی دیدم. معلوم می شود حسین خیلی هم به حکومت عراق بی اتفاق نبود. در به روی که باز شود. چنانچه حسین ابن علی در میان شما حضرات روی پوشیده است، توصیه مرا آویزه گوش کند. حکومت عراق به مرکب چموش و بدقلقی میماند که سوارش را بر صخره میکوبد و استخوانهایش را خرد میکند. چرا دهانتان باز مانده؟ شاخ دارم یا دوم؟ دور از جان. حیرتمان از تدبیر امیر است که با لباس حسین وارد کوفه شده. چه باید میکردم؟ من با هر لباسی جز لباس حسین به کوفه می آمدم تکه بزرگم بوشم بود. این چه حکومت کردن است نومان؟ کوفه یک پارچه طالب حسین است. انگار نه انگار خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه است. هرچه از کوفیان دیدید و شنیدید یک بازی کودکانه است. تشری بزنید ورق بر میگردد. عجب. تشر را شما چرا نزدید؟ من تشر بلد بودم حاکم کوفه میماندم. بلوای مسلم ابن عقیل و دار دستش آن هم در نظر تو یک بازی کودکانه است؟ شیعیان کوفه در اقلیتند. تا وقتی در اقلیت بمانند بی خطرند. این شیوه حکومت ابتکار کدامین فیلسوف دیوانه است؟ من این شیوه حکومت را از خلیفه فقید آموختم. معاویه مرده! مرده؟ بله. از قرار معلوم شیوه حکومتش هم با خودش دفن شده. تو واقف به نیات مسلم ابن عقیل بودی و علیرغم فرمان خلیفه به او و یارانش مهلت جولان دادی، پس تو هم شریک جرم ایشانی. غرامت این تمرد از دست دادن مسندی است که فی الحال شما بر آن سوارید. خلیفه جوان است و رأی پیرانی چون ما را نمیپسندد. طبعا شما جوانترها بهتر میتوانید به خلیفه کمک کنید. بله. خب جناب سیاس پیر، مسلم کجاست؟
شنیدم که برای بیعت ستاندن از قبایل اطراف از کوفه بیرون شده. شنیده؟ تو حاکم کوفه بودی، باید میدیدی. به همین دلیل امارت کوفه را تحویل شما میدهم. من میشنوم و شما قادر به دیدنید. جدا؟ مزاح که نمی کنید؟ ابداً. این باور قلبی من است. همین که در لباس حسین وارد کوفه شده اید دلیل متقنی است بر درایت و تیزهوشی شما. کوفه همیشه تسلیم مردان رند بوده. الحق که مهارت شما در سیاست رشک برانگیز است. من از تعریف و تملق بیزارم نعمان. شک ندارم تو وفادار به خلیفه ای. اوضاع منقلب و شوریده کوفه حاصل ندانم کاری است. برای تسلط بر اوضاع منقلب کوفه اخبار موثق میخواهم. در قصر بمانید برای مشاوره در امور. مرخصید؟ در مشاورت با شما من زبان الکنی دارم. شما نیازی ندارید با چون منی مشاورت کنید. یعنی نمیخوای کمک کنی افتضاحی را که به بار آورده ای چاره کنی؟ نه که نمیخواهم، نمیتوانم. چرا نمیتوانی؟ شور با یک مشاور ندانم کار بطالت اوقات است و بیهودگی. حاکم معزول بودن در نزد من منزلت بیشتری دارد تا مشاوری بی ارج و قار. خواستم در حقت لطفی کرده باشم. جرم تو فقط ندانم کاری نیست. تو متهم به همدستی با سران دسیسه ای. پستم بر داماد تو وارد شده و تو به سبب خویشاوندی با مختار ثقفی چشم بر بلوای بیعت شکنان و تفرقه افکنان بستی. و شطور دیدی؟ نه. خب یاغیانم هرچه دلشان خواست کردند. تبت یدا ابی لهب و تب. بریده با دستان ابی لهب که عموی پیامبر بوده و مصداق بارزی شد بر این ادعا که هیچ نسبت خویشی، خونی و قبیله‌ای نمیتواند مخل در انجام تکالیف شود. من وقتی شنیدم مسلم میهمان دامادم مختار شده، برادرم مختار را احضار کرده و با او اتمام حجت کردم و آشکارا بر منبر مسجد کوفه از او و حتی دخترم براءت جستم. اصرار دارید حتما مرا خائن به خلیفه قلمداد کنید؟ دلیل موجه تری بتراشید که مقبول نظر خلیفه افتد و اسباب مضحک نشود. کجا نعمان؟ عرایض ما هنوز تمام نشده. شما بنا دارید مرا متهم و محاکمه کنید. باکی نیست. محکمه ترتیب دهید و قاضی شرح را مأمور کنید. به فضل خدا در محکمه پاسخ اتهامات شما را میدهم. نیازی به محکمه و قاضی شرعی نیست. من به فتوای خودم خائنین را عقوبت میکنم. بنو رئیس؟ بله امیر. تا وقتی حاکم دیروز و متهم امروز بر سر عقل نیاید زندانی ماست. او را گرو بر می‌داریم تا دامادش مختار را به دام بیاندازیم. اطاعت مافوق تکلیف سربازی چون من است. این درسی است که خود شما به من آموختید. شرمندم جناب نعمان. حکم امیر، شما زندانی منید. حکم شماست. خام خیالی است که با این حیلت بتوانید مختار را شکار کنید. سرنوشت من برای مختار به پشیزی نمی ارزد. او بود که مرا از تخت امارت به زیر کشاند. توقع دارید برای گرو برداشتن من دل بسوزاند و خود را تسلیم شما کند؟ هیهات. حیف نبود دخترت را حرام چنین نمک رستازی کردی؟ بدون شک تلخکامی های آدمی تاوان گناهانی است که مرتکب شده. دردناک است در سن و سال چون منی که فرصت جبران لغزش ها را نداری متوجه شوی
راه طی کرده‌ات کجراه بوده. روزی که به وصلت به مختار رضایت دادم، خیال می‌کردم با این وصلت خطر مختار را برای همیشه دفع کردم و از یک مخالف سرسخت متحدی مطیع ساختم. خطر دفع نشد، بماند دختر هم شد همداستان شوهر بر علیه پدر. رنج‌های امروز من حاصل ندانم کاری نبوده که من ندانسته و عبث کاری نکردم. این مهنت و خفت ثمره باورهای غلط بوده. آماده قل و زنجیرت هستم بن هریس. نه بن هریس، نه. مجاب شدیم. برای به دام انداختن مختار گرویه با ارزش‌تری خواهم جست. مرخصی نومان، جای دوری نرو، دم دست باش. تو کوفه و کوفیان را بیشتر از ما میشناسی. میتوانی مفتاح السر برخی از اسرار باشی. نعمان سزاوار عفو کریمانه امیر بود. او مرد رقیق القلبی است. تو بر شرطای کوفه امیری؟ بودم. زین پس سربازی هستم در رکاب شما. این منصب را نعمان به تو داده بود؟ بله امیر. پس چرا وقتی دستور دادم او را در بند کنی دست و بالت نلرزید؟ رسم وفاداری و جوانمردی این بود که فرمان ما را اطاعت نکنی. در مرام سربازی ما اطاعت از مافوق یک تکلیف است. نعمان تا وقتی مافوق من بود که امیر کوفه بود. جفنگ نگو بن هریس. با ما رو راست باش. بگو ترسیدم مقام و منصبم از کف برود. خب البته گوشه چشمی هم به مقامم نظر داشتم. احسنت. برای ما پاسخ قانع کننده ای بود. تا وقتی در کنار مایی و با مایی از عفو کریمانه و بذل بخشش حذر کن و نیز از رقت قلب. این الفاظ ما را فریب نمی دهد. مهلکترین آفت حکومت رقت قلب است. عاقبت نعمان را دیدی؟ نعمان بسیار خوش اقبال بود که سرش بردار نشد. با عفو کریمانه که نمی شود حکومت کرد سردار. یک حاکم رند با عواطفش معامله می کند، نه بذل و بخشش. درست عین حضرتتان که در آزمونی سخت عواطفش را سر برید و رو سفید شد. معامله خوبی کردی، مبارکت باد. تو در سمت خود ابقا شدی بن هریس. تمام صاحب منصبان و زعمای ذی نفوذ کوفه را همین امشب به ضیافت شام دعوت کن، اعم از موافقین و مخالفین. سمعا و طاعتا. عمر سعد از قلم نیفتد. پدر زن نشد شوهر خواهر. با دستان شوهر خواهرت خفت میکنم مختار.
از منجمان شنیدم که نحس اصغر به نحس اکبر بدل شده. این همان پیشبینی پیامبر است. اذا ظهرت البدع فی امتی، بدعت ظهور کرده، بدعتی هولناک. من از فتنه حسین ابن علی سر در نیاوردم، آن هم در زمان خلیفه‌ای که ختم شعرا و ختم ادبا و زیور و زینت دین مصطفی است. اگر شما چیزی میدانید مرا نیز آگاه کنید که جاهل نمیرم. حسین نوه رسول خاتم است، حرمتش به جای خود. نسبت خونی و خیشی با پیامبر خدا آیا جواز بیعت شکنی است؟ ابولهب هم عموی پیامبر بود، پسر نوح هم پسر پیامبر، اما هر دو در کتاب خدا منفورند و مغضوب. حکومت حسین بر عراق عرب یعنی دنباله حکومت پدرش علی. من از پیران شما میپرسم میراث حکومت علی چه بود جز انشقاق امت واحده رسول خدا؟ هنوز کوفه از جراحت زخمهایی که در زمان علی برداشته است متألم است. هنوز داغ جنگ‌های برادر کشی علی تازه است. بدعتیان کوفه چه کردند با خلیفه دل سوخته و داغدار؟ صبر نکردند خلیفه جوان فارغ شود از سوگ عظمای خلیفه پدر. این از حرمت بیعت، این از حرمت خدمات خلیفه فقید معاویة ابن ابو سفیان. یا سیدی سبط النبی اهلا و سهلا. اف بر این همه قدر ناشناسی، اف بر این همه بیوفایی به عهد، اف بر این همه وظیفه نشناسی و خیانت. اندک مجالی میدهم که خاطیان توبه کنند. به خدا قسم خبر گردن فرازی کوفیان چنان خشم امیر مؤمنین یزید ابن معاویه را برانگیخته که امر کرده با منجنیق و قارورهای نفتین کوفه را با خاک یکسان کنند. من اجالتا رایشان را زدم. به امیر مؤمنین نوشتم یا امیر، کوفه روم نیست، کوفه شهر ملحدان و مشرکان و کافران نیست، کوفه شهر جیوش خداست، شهر فاتحین بر مجوس است، شهر غالبین بر کسراهاست. مالوست خلیفه لشکری عظیم من باب احتیاط و عراق عرب گسیل داشته است که انقریب از راه خواهد رسید. من ابن زیاد فاتح خراسان ایران به امیر مؤمنین یزید ابن معاویه قول دادم که ریشه بدعتیان کوفه را بخشکانم و میخشکانم همان گونه که در بصره خشکانیدم. به زبان موعظه شد فبها، نشد زبانم تازیان است و شمشیر، چوبه دار است و غل و زنجیر. بیعت شکنان از هر قوم و قبیله‌ای که باشند جان و مال و ناموسشان بر ما حلال است. زعمای هر قوم میبایستی نام و نشان تک تک بیعت شکنان را سیاهه کرده و معرفی نمایند، چنانچه بیعت شکنی اسیر شود که پیشتر نامش را زعیمش سیاهه نکرده باشد، آن زعیم مجرم است. به خدا قسم مجرم را به درگاه خانه‌اش به دار خواهم آویخت. آهای جماعت مات و متحیر کوفی، باز چه بلایی بر سر عقلهایتان نازل شده که دهانتان از تعجب باز مانده و زبانتان به کامتان چسبیده؟ باز هم که مستار از سمان بکمان عمیان شدید؟
رواست پسر مرجانه بر منبر خانه خدا رجس خانی کند و کسی متعرضش نشود؟ منبر خانه خدا جای عربده کشیست؟ بکند از فرس منجنیق و قاروره های نفتین و لشکر عظمای شام دین و ایمانتان را فروختید و دهانتان را مهرموم کردید و گوشتان را دروازه. اولا لشکر شام یک حقه است، دروغ است. بسانی یزید لشکر به سمت کوفه فرستاده؟ خب فرستاده باشد. عراقی را چه باک از لشکر شام؟ عراقی بارها و بارها در میادین جنگ پنجه در پنجه شامی افکنده و اغلب هم غالب بوده. پسر مرجانه حسین را دور از جان با ابولهب و پسر نوح قیاس کرد که هر دو منفور و مغضوب قرآن کریمند. اما خاکش بر دهان که از سنت پیامبر و احادیث نبوی حرفی نزد. ای عالمان دین، ای قاریان قرآن، ای صحابه‌ای که محضر رسول خدا را درک کرده و ناظر بر عمل و سخن پیامبر بوده اید، آیا رسول خدا نفرمود اهل بیت من به سان کشتی نوح است که چون در آن داخل شوید محفوظید و چون به آن پشت کنید هلاک می شوید؟ این شورشی را میشناسی بن رئیس؟ بله امیر، یک لاقبایی است خرما فروش مشهور به میثم تمار، از یاران پروپاگورس علی است. یزید زیور و زینت دین مصطفی. پس دمکلفت‌های شیعه کدام قبرستانی هستند که این پاپتی خرما فروش به میدان آمده؟ توقع داشتم هانی ابن عروه یا سلیمان سرد خزاعی به میدان بیاید، نه این بی سر و پای خرما فروش. او را کت و بال ببندید به دارالحکومه بیاورید. بله امیر. چرا بدعتیان را به عوام الناس نمی شناسانید؟ بیعت شکنان با یزید بدعتیند یا آنان که دست بیعت به یزید دادند؟ من هم با پسر مرجان متفق القولم که بدعت ظهور کرده. بدعت قماربازی است که قسمش درد شراب است. جامه نگو! بدعت هوسبازی است که نمازش بیخارگی. بدعت قاصدی است که حتی به طریقت شیخین اعتنایی نمی کند. نزن! بدعت هوسبازی است که نمازش بیخارگی. همه مریدان علی از همین قماشند؟ خاک و شپشش را می‌تکاندید بعد داخل دارالحکومه‌اش می‌کردید. چند وقت از تنت به آب نخورده خرما فروش؟ شما غصه می‌کنی؟ اولا خاک پاک کننده است و در غیاب آب می‌تواند رفع حاجت کند. ثانیاً شپش در این دنیا خونم را بمکد به از آن است که تن فربهم در گور گرفتار مار و عقرب شود. ثالثاً این خاصیت حرامزاده است که با تحقیر و تهمت دشمنانش را آزار کند و الا نه من خاک و خلیم و نه شپشی با خود دارم. قربان سرتان امیر، این پیرمرد آفتاب لب بام است. نانش را خورده و دشتاشش را پاره کرده. بحث با او فقط خاتون مبارک را میرنجانند. حیف شما نیست با چون اویی جدل میکنید؟ او را به مرگ شنی خواهم کشت. ببرید زبان از حلقوم ناپاکش بیرون بکشید، بر تنه نخلی آویزانش کنید تا خلایق با آب دهن غسلش دهند. لا حول ولا قوة الا بالله. خدا قسم میدانستم با من چه میکنی
کم و کیف مرگم را پیشتر از زبان مولایم علی شنیده بودم. علی؟ تو از علی چه شنیده ای مردک؟ قصه چطور مردنم را. علی فرمود میسم تو به دست پسر زنی بدکار هلاک میشوی، در حالی که زبانت را میبرد و بر تنه درختی که از قبل آن روزی میخوری بردارت میکند. علی کذاب است، کذاب. اکنون که زورا به تو نشان خواهم داد مردک. تو را طوری میکشم که شبیه بیشگوی علی نباشد. بنو رئیس، امیر، او را به سیاهچالی تاریک و نمور بینداز تا حشرات گوشت تنش را بچرند. تو خود به راستگویی علی واقفی، پس بیهوده تقلا نکن. به خدای لا شریک هرگز سخنی جز حجت و حقیقت از علی نشنیدم. بنو رئیس، دهانش را بشکند، جلوی چشمانم دورش کن. شرطه به اونج. رخصت یا امیر؟ کجایی ابن سعد؟ با کسب اجازه از محضر امیر میروم تا به مناسب حکومتی پشت کنم و شغل مناسب تری پیدا کنم. فیلمسل چه شغلی؟ فیلمسل زراعتی، صناعتی، تجارتی. چوپانی هم بدک نیست. میدانی اغلب انبیا پیش از بعثتشان چوپان بودند. چوپانی پیشه کن تا شاید به پیامبری مبعوث شوی. بعثتشان چوپان بودند. چوپانی پیشه کن تا شاید به پیامبری مبعوث شوی. من که حقیقتاً به خاتمیت انبیا شک کردم. این مردم هنوز مرشد مرسل میخواهند تا هدایتشان کند. چه شد که مصمم به تغییر شغل شدی؟ وقتی یک عامی پارینه پوش خرما فروش میتواند قلب امیری قدر قدرت را به درد آورد و بر مسندش آوار کند، پس این مسند لرزانی است. شما را که ویران کنند پس وای ما زیر دستان. یا ابن سعد، این تخت به طوفان‌های سهمگین نلرزد چنانچه سوارش گرگ دل باشد و کرگدن پوست رو با حیلت. پس چرا شما خراب شدید؟ خواستم مشق کنم. بیا. این پارین پوش مشتاق مرگ بهانه خوبی بود تا در مقابل هتاکی‌هایش خود را محک بزنم. باید مشق علم اندوه کنیم تا به وقت حاجت در نمانیم. گاه با یک قطره اشک میتوان قلوب رعیت را مسخر کرد. ابن سعد، برای حکومت بر ری آماده ای؟ حکومت ری؟ بله، حکومت ری. من برای جانفشانی آماده‌ام، چه حکومت بر ملک ری باشد چه نوکری در رکاب امیر. ایران زمین را ابو عبید فتح کرد
شهرتش نصیب سعد ابی وقاص. سعد که سرکرده شد من شمشیرم را بوسیدم و غلاف کردم تا روزی که در رکاب علی عمران عازم جنگ جمل شد. در جمل به اتفاق مالک اشتر نخعی با شتر سرخمو همون کاری را کردیم که ابو عبید ثقفی با فیل سفید ایرانی کرد. دین سیدالمرسلین این روزها باز هم به شمشیر امثال تو محتاج است شیخ. یزید به وقت شرب حرام عبای سید را می پوشد تا به اهل بیت سید و اصحاب مخلصش دهنکجی کرده باشد. یزید تخم و ترکه همون معروفه عرب است که سینه حمزه را درید و جگرش را به دندان کشید. ما ایلیاتی ها به ارث و میراث خونی عقیده‌مندیم. از هند جگرخوار یزید بدکار به عمل می آید. نه نعوذ بالله پسر خدا. ایلیاتی جماعت عیارشون غیرت و شرافت و مردانگی است. مختار سر جنگ داری روی من و قبیلم حساب کن. خدا خیرت دهد ابو ذاکر. من برای خودم بیعت نمیخواهم. آمدم بیعت بستانم برای حسین ابن علی. خب ما نوکر حسین هم هستیم. گمان نمی بردم حسین روی خوش به عراقی ها نشان بدهد. علل خصوص بعد از اون همه نامردی که در حق پدر و برادرش کردن. برد با حسین است وقتی مختار در کنارش باشد. دست دراز کن مختار. خدای محمد گواه است که این بیعت فقط با مرگ ابوذاکر باطل می شود. برای تسلط بر ری راه چندان هم هموار نیست. ری به سان کوفه سرزمین ناآرامی است. مخالفان خلیفه جوان در ری ترکتازی می کنند. باید هرچه زودتر با لشکری قریب به 10,000 جنگجوی عرب عازم ری شوی. خلیفه نظر مرا خواست، من هم تو را معرفی کردم. مبادا نزد خلیفه رو سیاه من کنی. حکومت ری آرزوی دیرینه من بوده. مطمئن باشین این فرصت رو هدر نمیدهم. بس دست به کار شو. مخارج لشکریان با من، فراهم کردن لشکریان با تو. با همه قبایل متحد و موافق کوفی سخن کنید. شمشیر زنانشان را به جهاد بخوانید. در مورد جیره و مواجب مکفی نه خست کنید نه ریخت و پاش. به چه میاندیشی عمر؟ به مختار ثقفی. میدانید که او رقیب سرسختی است و در میان قبایل ذی نفوذ است. میترسم تمام رشته های من را پشت کند. مختار برادر زن توست؟ ای کاش نبود. میخوام سر به تنش نباشد. خب سر از تنش بردار. یعنی مختار را بکشم؟ به حکومت ری میارزد. کشتن مختار کار دشواری است. از ایالت میترسی یا از ننگش؟ از جانم میترسم. مختار فدایان بسیار دارد. بدون شک قاتلش را قصاص میکنند. میتوانی خونش را گردن من بیاندازی؟ مصرید مختار کشته شود؟ با زنده ماندن مختار بلوای کوفه مهار ناشدنی است. البته جبری نیست تو او را بکشی. با وجود مختار قادری لشکریان را به پردازی حرفی نیست. این گوی و این میدان. برو ببینم چه میکنی. میدانستم با آمدن یزید کلاف سردرگم این دیار گره در گره می شود. ماوی قدر 100 سال خدمت کرد به میراثخواران عالم. او همه گدارها را می شناخت. لقمه را چنان جویده و در دهان یزید گذاشته که بی زحمت خورتش داد. گلویش را می فشاریم ابوالحدید. کاری کنیم همین لقمه جویده گلوگیرش شود. با کدام سرپنجه ابو اسحاق؟ با کدام سرپنجه؟ از حجاز تا خراسان فارس زیر بیرق یزید است. با واق واق کوفیانی که به یک تکه استخوان خفه می شوند
میخواهی سلطانی را که بر نیم عالم خاکی خدایی میکند سرنگون کنی؟ پس من راه را اشتباه آمدم. ابوالحدیدی که من میشناختم کوکی از توکل بود و نومیدی برای شین کفر. چه کنم پدر آمرزیده؟ با مشت بر سندان بکوبم؟ بکوب. مشتت کار پتک را میکند، چنانچه با همان غیرت و ایمان روزهایی که در کنار علی بودی به میدان بیایی. یادم نمیرود چطور در جنگ صفین به قلب سپاهیان شاه میزدی و دشمن را چون کرباس میدویدی. عاقبت آن همه مجاهدت چه شد؟ امراض قرآن برنیزه کرد، قوم بنی حمار کوفی علی را کافر خواندند و تیغ بر گلویش نهادند تا تسلیم شود. کار به بیعت من به قبیل امراض می شود، این دست من و شاهرگم. کوفیان رفیق نیمه راهن مختار. بیهوده پسر پیامبر را در به در عراق نکنید. من با دعوت حسین به کوفه موافق نبودم ابوالحدید، اما مخالفتم افاقه نکرد. حسین عازم کوفه شده. غیرتت قبول میکند پسر پیامبر را یاری نکنی؟ نکن. من رفع زحمت میکنم. از نگاهت شرم دارم جوابت کنم ابو اسحاق. به خدا قسم مسخالی به وفای کوفیان امید داشتم، مثل روزهای صفین کفن میپوشیدم و با مرگ مغازله میکردم. افسوس، توبه گرگ مرگ است. من به حکم دلم با حسین بیعت کردم ابوالحدید، نه با حکم عقل. بله، توبه گرگ مرگ است. کوفی قوم بنی حمار است، رفیق نیمه راه است، پیمان فروش است. اما تو چه؟ تو واقفی که حسین بر حق است یا نه؟ من منکر حقانیت حسین نیستم ابو اسحاق. بسیار خوب. در یوم الحشر از تو بپرسن چرا حجت حق را یاری نکردی، همین جوابی را میدهی که به من دادی. نه تو را در قبر کوفی میخوابانند، نه عملت را با عمل کوفیان میسنجند. حال خود دانی. بمان ابو اسحاق. بیعت نستانده می روی؟ ممنونم ابو اسحاق، ممنونم. خوش موقع به دادم رسیدی. بدجور به گله و مراتم گره خورده بودم. رسیدن به خیر. چه خبر؟ تا اینجای کار همه حدس و گمان ها غلط در آمد. ابن مرجان بی خبر آمد، آن هم بیلشگر و بی کوس و بی کرنا. با لباسی آمد که همه خیال کردن حسین است. بعد هم بر منبر رفت و رجز خواند و همه بیعت شکنان را به عقابی سخت وعده کرد. نخستین صیدش میثم تمار بود. وقتی میثم را میکوفتند همه کوفیان فقط ایستاده بودند و نگاه میکردند. ابن زیاد روی جهل و ترس کوفیان حساب کرده. او بدون لشکر آمده تا کوفه را به دست خود کوفیان فتح کند. به دوستان خوش خیال و ساده رو همان بگو تو را به خدا قیل و قال کوفیان را باور نکنند. اسارت میثم تمار گواه این مسئله است که کوفیان همان جماعت توزرد دیروزی اند. تو چه کردی ابو اسحاق؟ همان کاری که باید میکردم. یک موی این ایلیاتی ها میارزد به کرور جماعت بی بخور کوفی. عمر سعد را مأمور کرده‌اند تا لشکری فراهم کند برای حمله به ری. به ری یا کوفه؟ ظاهر قضیه ری است.
اما در پشت پرده حدس خودت درست است. ابن مرجانه عمر صدر را به وسوسه حکومت ری فریفته. عاقبت خواب و خیال حکومت ری این مردک را دیوانه می کند. از مسلم ردی نجستند؟ هنوز نه، اما دیر نشده ابو اسحاق. ابن مرجانه جای پا محکم کند به سراغ مسلم هم می آید. بعید میدانم ابن مرجانه باور کرده باشد که مسلم در کوفه نیست. چطور؟ چطورش را نمیدانم، اما احتمالی است که نباید از آن غافل شد. کیان به دوستانمان بسپار ششتانگ حواسشان متوجه مسلم باشد. ابن مرجانه خدای نیرنگ است. اینکه با لباس حسین وارد کوفه شد حیلتی بود که به عقل جن هم نمیرسید. ممکن است جاسوسانش با خود وارد حلقه ما شوند و رد مسلم را بیابند. بگو اقامتگاه مسلم را نو به نو عوض کنند. مسلم در هیچ منزلی نباید اقامت طولانی کند. به مختار بگو از قبایل بیطرف عراقی غافل نشود. طوری با ایشان سخن کند که حقیقتاً بیطرف بمانند و به دشمنان ما کمک نکنند. عمر صدر با طلای فراوان مأمور شده تا از همین قبایل لشکری سترگ فراهم سازند. ایلیاتی ها ممکن است در دین مردمانی سست باشند، اما در رسومات ایلیاتی مردمانی استوارند. مباد حریت ایلیاتی خود را به درهم و دینار بفروشند. مختار پیغام ثانویه‌ای هم دارد. بگوشیم. ابو اسحاق دلواپس بود. چرا منمن میکنی مسلمان؟ ابو اسحاق چه پیغامی داشت؟ چرا دلواپس بود؟ دلواپس بود که مبادا مکاران به نام شیعه در حلقه یاران داخل شوند و از محل اختفای جناب مسلم مطلع شوند. پیغام داد که جنابشان نو به نو خانه عوض کنند و در مکانی معین اقامت طویل المدت نکنند. مختار ذاتاً مرد بدبی نیست. به زعم او ما نباید حتی به تخم چشممون اعتماد کنیم. یعنی ما اینقدر از مرحله پرت افتاده ایم که دوست و دشمنانمون رو نمیشناسیم و بند رو به آب میدهیم. برزخ نشو سلیمان. ابو اسحاق مرد کیس و دوراندیشی است. پیغامش پیغام بدی نیست. ابن زیاد با بیرق مکر وارد کوفه شده. بعید نیست عمالش به لطایف الحیل از اسرار ما با خبر شوند. هانی جان، جناب مسلم به هر کجا جز خانه شما برود دیدار ما با او سخت می شود. بیماری تو بهانه خوبی است که یاران به عیادتت بیایند و کسی هم شک نکند. برادران، پیغام مختار مؤید این معناست که احتیاط شرط عقل است. حال که به حکم قضا و قدر ناگزیریم در خفا بمانیم، بهتر است از غربا و اغیار اجتناب کنیم. و اشخاصی که در ماهیتشان تردید دارید و ایشان را تمام و کمال نمیشناسید، از اسرارمان سخن نکنید. بن رئیس. بله امیر. هانی واقعا مریض است یا مریضی را بهانه کرده تا به دیدار ما نیاید؟ واقعا مریض است امیر. من خود بر بالینش رفتم. در کوره تب میسوخت. عجب. بسیار خوب. پس ما به عیادتش می رویم. به عیادت دشمنتان می روی؟ عیادت از بیمار سنت حسنه پیامبر است. عیادت از دشمن بیمار ثوابش دو چندان است. شنیدی ابلغیل؟ شنیدی پیغام این حرامزاده را؟ ابن مرجانه امشب به عیادت من می آید. به خدا قسم این عیادت شیطان از من است. او به عیادت من می آید تا خود را نزد عوام محق و موجه نشان دهد. فرصت خوبی است که شرش را کم کنیم و راه کوفه را بر حسین هموار سازیم.
یعنی چه کنیم شیخ؟ هرچند خوش ندارم این ابلیس در خانه من کشته شود و نه اینکه مهمان کشی بر گردنم افتد، اما آبرویم فدای یک تار موی حسین. حاضری ابن مرجانه را بکشی؟ چگونه شیخ؟ با شمشیر یاخته در همین پس رو کمین کن. وقتی شنیدی آب میطلبم بیرون شو، با ضربتی کارش رو بساز. تردید نکن مسلم. افسوس که این مرض ناتوانم کرده، ارنه خود جانش را می ستاندم. زنده ماندن این ام المکر یعنی تکرار همان بازی هایی که در صفین علی را کمر شکست، یعنی ناکامی ما در برپایی دولت حق. به خدا قسم ابن مرجانه به کوفه آمده است تا کوفه را مقتل حسین کند. امانش را بریده بود، پیش پای شما تبش فروکش کرد و از حال رفت. دندانهایش طوری به هم میخوردن که ترسیدم بشکنم. هانی جان، حال که تازه خوابیده بیدارش نکن. خودش اصرار داشت وقتی شما مشرف شدید بیدارش کنم. هانی جان، هانی جانم، بیدار شدی؟ جناب امیر آمدن. بلا دور باشد شیخ. دعا میکنیم. ای دست، تو به خدا نرس. ای دل، تو به خدا بال و پر نزن. شکرم. زدی؟ شرمتان باد که بر میهمان تیغ میکشید. یا نغیل، با این کار آبروی عمویت علی را بردی. علی جوان مردانه بر دشمن تیغ نمی کشید. علی غافل کشید. آب جرعه آبم بنوشانه با سر.